یا حسین حاجی یا سلام رفقا، چطورین؟ به اولین اپیزود از گیم کست های چنل من خوش اومدید. این اولین ویدیو چنل منه، پس اگر کم و کاستی داره به بزرگی خودتون ببخشید. جالبه بهتون بگم این ویدیو رو تو روزهای آتش‌بس جنگ ایران و اسرائیل رکورد کردم و هیچ وقت فکر نمی‌کردم توی ایران شاهد همچین روزایی باشیم. پس امیدوارم که زودتر این روزای مزخرف تموم بشه و شاهد سلامتی و شادی مردم ایرانم باشم. خب امروز میخوام ببرمتون به دنیای تاریک و احساسی بازی لاست آف اس پارت 2. این گیم اثری از استودیوی ناتی داگه که در سال 2020 برای پلی استیشن 4 و بعدها نسخه ریمستر اون در سال 2024 و 2025 برای پلی استیشن 5 و ویندوز عرضه شد. این بازی بیش از 320 جایزه بازی سال رو کسب کرده و به عنوان یکی از بهترین بازی‌های تاریخ شناخته میشه. خط داستانی منحصر به فرد و لول دیزاین جذاب این گیم باعث شده تا میلیون‌ها نفر تو کل دنیا درگیر این گیم خفن باشن. Maybe you should have. داستان قسمت اول بازی در سال 2013 آغاز میشه، زمانی که شیوع ناگهانی قارچ جهش یافته کوردیسپس انسانها رو به موجودات تهاجمی و بیرحم تبدیل میکنه. تو این آشوب جول پدری تنها دخترش سارا رو در اثر شلیک یک سرباز از دست میده. و 20 سال بعد در سال 2033 جول که به عنوان یک قاچاقچی در منطقه قرنطینه‌ای شده بوستون فعالیت میکنه به همراه شریکش تست مأموریتی رو قبول میکنه تا دختری 14 ساله به نام الی رو به گروه شورشی فایرفلایز برسونه. Well, then I'm staying. Ellie, we won't get another shot at this. در طول سفر مشخص میشه که الی به طور طبیعی در برابر عفونت مقاومه و ممکنه کیله درمان باشه. What if, Joel? تو این مسیر اونا با چالش‌های مختلفی مواجه میشن. فداکاری تست پس از آلوده شدن به عفونت، Show it to me. Let's fucking go. Come out with your hands up. بیل فردی منزوی که به اونها در تهیه وسیله نقلیه کمک میکنه. Meaning, we push it, get it started, and the alternator will recharge the battery. Stop! دیدن هنری و سم در پیترزبورگ و پایان غم‌انگیز اونها. Sam? سفر به وایومینگ برای یافتن تامی برادر جول. He's my goddamn brother. Holy shit. How you doing, baby brother? Goddamn. اتفاقات زمستان کوفتی در کلرادو و نجات الی از دست دیوید که یکی از تومخترین و سخت‌ترین مراحل این گیمه. Holy shit. Ellie. You know, it's okay to give up. You have no idea what I'm capable of. Stop! It's me. در پایان جول و الی به بیمارستان فایرفلایز میرسن. Welcome to the Fireflies. جایی که مشخص میشه برای تهیه واکسن باید الی رو قربانی کنن. جول با این تصمیم مخالفت میکنه و الی رو نجات میده، اما حقیقت رو از او پنهان میکنه. Come on, baby girl. I got you. I got you. Oh, shit. Go around the other side! You can't save her. Here, then what? You just come after her. What the
hell am I wearing? قسمت دوم بازی 5 سال بعد از بقای قسمت اول اتفاق میفته. همش استرس داریم که یه چیزی بخوره تو سر کلم. جایی که الی 19 ساله شده و در جکسون وایومینگ زندگی میکنه و یک اتفاق تلخ اونو وارد مسیر جدیدی از خشم و خشونت میکنه که نه تنها زندگی خودش بلکه زندگی اطرافیانش هم تحت تاثیر قرار میده. تو این مسیر سخت اون با ابی سربازی از گروه WLF مواجه میشه که درگیر جنگی با یه فرقه مذهبی هستن. داستان قسمت دوم بازی ما رو با سوالات عمیقی مواجه میکنه. آیا انتقام میتونه آرامش بیاره؟ آیا بخشش راهی برای رهایی از درد و رنج؟ آیا تضادی بین بقا و انسانیت وجود داره؟ چرخه خشونت و تاثیر اون بر شخصیت‌ها چجوری میتونه باشه؟ چه خوبه وقتی یه گیمیو بازی میکنیم بتونیم یه نتیجه‌گیری ازش بکنیم. چه برسه به لاست آف آس که با روایت پیچیده‌اش ما رو واقعا به تفکر وامی داره. حالا وقتش وارد بازی بشیم و از نزدیک با داستان الی و جول همراه باشیم. بزن بریم. خب بریم واسه گیم پلی این بازی جذاب. من خیلی وقت بود این بازی رو نصب کرده بودم ولی فرصت نمیشد که بازی کنم به خاطر اینکه حالا سر کار میرفتم و اینا، ولی خب به برکت این جنگه دیگه همه بیکار شدیم دیگه. فعلا ببینیم که به کجا میرسه. من بازی رو روی هارد میذارم و اینا رو هم که آف کنم. برو بریم ببینیم چه خبره. اصلا همه گیمرهای دنیا روی بازی لاست آف آس یه ارادت ویژه‌ای دارن به این گیم. بچه من یه جاهایی از این بازی رو تا یه ساعتش رو بازی کرده بودم ولی خب موقعی که میخواستم بریزم توی کامپیوتر که ادیت کنم میدم یه تیکه هایش نیست. نمیدونم حالا چی شده بود، من کپی نکردم یا چه اتفاق افتاده بود، مجبور شدم که دوباره بازی بکنم. طبعا یه 40 دقیقه 45 دقیقه بازی رو تا اونجایی که اسپویل نمیکنم تا یه جایش بازی کرده بودم که تو بازی بهتون میگم که چه اتفاق افتاده. She needed her immunity to mean something. اصلا بی‌نظیره این گیم، فوق‌العاده است، فوق‌العاده. Yeah, starting to buy into that old همه چیز رکورد میشه. business. Maybe I just wanted to do right. استرس دارم که وقت چیزی مثلا درست کار نکنم. You found the firefight. Because of her, they were actually going to make a cure. اینجا الیو بردن برای ساخت واکسن که جول جلوشو You know گرفت. the catch. جلوشونو گرفت نذاشت این کار رو انجام بدن. Kill her. Sweet Jesus. Doctor? What are you doing? I won't let you take her. This is بچه ها این دکترها رو در نظر داشته باشید کیه. واسه بازی بهتون میگم. اینجا جول داره برای تامی تعریف میکنه که داستان چه قرار بودش، که اینا اصلا میخواستن از الی استفاده بکنن برای ساخت واکسن، مثلا قربانیش کنن، میمرد الی و گفت سیوید. من نجاتش شدم، اینو حفظش کردم، نداشتم که این اتفاق براش بیفته. ولی خب بهش نمیگه دیگه که این داستان اینجوری بوده. میگه چند تا آزمایش کوچیک رود کردن و تمام. Baby girl. I got you. I got you. Cover the exit. Don't let him get away. این قسمت از بازی هم خیلی حساس بود. God damn. That's some. That's a lot. What does Ellie know? I told her they just ran some tests. میگه الی چقدر میدونه؟ میگه فقط میدونه که یه سری تست روش انجام دادن. Her immunity meant nothing. اصل داستانو نمیدونه دیگه چیه. And she believed you? میگه باور کرده.
Didn't say otherwise. در مورد صحبت نمی‌کنه. We should head back. این پنجره همون پنجره است که تو اینترو پارت 1 نشون میداد. چه فضای بازی رو ببینید. عشق میکنم. واقعا لذت بخشه. اصلا موزیک بازی دیوونه کننده، داستان بازی اصلا واقعا لاسافاس یه بازی مثلا بازی نیست، یه درس زندگیه. من نمیخوام جو بدم و از این صحبت هایی که میکنم اوه درس زندگی و اینا، ولی یه چیزی فراتر از یک گیمه. اوایل گیم به خاطر اینکه یه توضیحاتی در مورد این اتفاقاتی که افتاده داره میده، یه ذره شاید براتون کسل کننده باشه. خودم هم خیلی دوست داشتم که این بخشا رو از همون فایل رکورد که قبلا رکورد کردم رکورد شده بذارم، ولی خب دلم نیومد، گفتم بذار از اول برم که همه اینا پیوسته به هم باشه. کوالیتی آبو واقعا خفنه، واقعا خفنه. من یکی از دلایل این که این لاستاپاسو خیلی دوست دارم بیشتر به خاطر فضای بازیه. خیلی این تما رو کلا دوست دارم. آسفالتای خیابون که علاش مثلا چمن در اومده، یا این درخت‌ها گیاهایی که رو خونه ها رشد کرده، خیلی تم جذابی داره. It's okay. I got him. You go on. You sure? Yeah. About what we were talking about earlier. I can't say I'd have done different. I'll take it to the grave if I have to. I'll see you later, Doc. Hello? Ellie?
Jesus. Almost gave me a heart attack. I tried knocking, but Hey, hey, اینجا what's up, اینجا خیلی Joel? شبیه همون just checking. استفاس پارت 1 میمونه. ولی جول یه ذره شکسته تر شده. You know, talking about how impressed they are with you and how well you're helping out. It's good. Tommy and I went out riding the other day, and he told me a joke, and I thought about you. It's یه جوک براش تعریف می‌کنه. oh shoot, no, I forgot it. Something about a clock. How do you? Joel, it's pretty late and I gotta get up in a few hours. Yeah. I know. I'm gonna get out of your hair. Just I want to show you something. Just give me 1 second. What's this? Some folks call this thing here a guitar. Funny. You want to hear something? Okay. Okay. اینجا باید گیتار بزنیم. آره. Promise me that you won't laugh. I won't laugh. I won't. I'm trusting you. چقدر خفن. چقدر قشنگ. چقدر خفن گفتم نه؟ قشنگ و خفن رو با هم گفتم. چقدر خفن. خیلی نایس. مثلا گیم رو ببین میبرته توی فضای عجیب غریب. این همش غمه. اصلا خود همین موزیک هم یه غم خاصی توش داره. توی لستفاس پارت 1 اینجوری بود. مثلا چیزی اینجوری نیستش که بگیم مثلا بریم لستفاس بازی کنیم بخندیمش کنیم. همش ناراحتی، تنهایی، غم و غصه، مرگ، کشتار. دیوونه میشه آدم اصلا از این فضا. ولی خب کرمه دیگه. لامصب اصلا یه فیلمه. جذابیتش مقدار همینشه. She's yours. No. Oh, No, I don't know the first thing I about promised this. that I'd teach you how to play. یه دود بزنه. You did. So what do you say, tomorrow night? First lesson? Deal. Okay. Okay. Do you remember the joke?
جوکر تو من What is the downside to eating a clock? It's time consuming. That's so dumb. خوردن ساعت خودش وقتگیره. Yeah. چون که شوهرمه ای بود. Good night, kiddo. ای تو به شک بودش بگه نگه این داستانو، ولی خب الی هم باور نکرده اون داستانو که اصلا موزیکو یه ملودی شما میشنوی جر میخوره آدم. آها 4 سال بعد اینجا Hey, Morning. sorry, I Ellie was totally shit. overslept. Just give me a minute and I'll get dressed. I heard you had quite a night after I left. She kissed me. It was just Dina being Dina. She didn't mean anything by it. یه دینه منو بوسید I و was talking about your fight with Seth. Wait, دادم دعوا صحبت کسی میکنه دینه؟ و خودش لو داد رو دینه رو بوسید یه دستی زد. I thought this we're was... broken up that. 1 week and you make a move on my girl? No. She was probably just trying to make you jealous. I would never... Fuck, this is awkward. I'm messing with you, man. I don't care. Get dressed. You're the worst. It's kind of fucked up you did that. Get your stuff together. We're already late. Smells fine. بریم ببینیم چه خبره. So tired. اینجا چیزی خب باش گان که دیگه همیشه همراه. Sure. دیگه چیزی نیاز نیست داری با خود ببری. Hey, is Joel up? We got reports of infected out north. We had sent him and Tommy out early to scout. That sucks. Yep. Can't imagine they got much sleep. Definitely not as much as you. Shut up. I was just about to get up. I was. You got everything? Yes. دنبال Heads این up. مرتی You're که the باید talk of the town this بریم. morning. What? Let me see if I got this right. You kissed Dina, She kissed me. اوه از زمستونم which شروع triggered Seth to شده. call you a not so nice word, and then you got mad at Joel. That part confused me. It was a strange night, man. Hey, so we're okay, right? You and me. تو برگشته یارو گفتی Yeah, of دینا course. تو رو ماچ کرده و توقع Dina دارید and I are done. خوب باشه. I know. It's just I don't want you to think. Hey, old timer. Yeah, get a good scratch.
همه درم ما باز کنی؟ باز کن برو تو دیگه. Want to خب grab some breakfast? No. برو. Where's Maria? In the back. Excuse me. Ellie, there you are. Come here. این زن تامیه. Seth's got something he wants to say to you. I don't want to hear what that bigot has to say. Do it for me, please. Fine. Seth. Seth, come here. Hey. Look, last night I was drinking too much. Sure. I'm trying to say I'm sorry. Maria tells me that you and Dina are headed out. تو تلاش کن عذرخواهی کنی. من هم تلاش میکنم که عذرخواهی کنم. Made you some sandwiches. ساندویچ بهش داشت. Okay. They're steak. بهش استیک داد. Thank you, Seth. Yeah. Well, you be safe out there. Yep. I appreciate that. What you got there? Bigot sandwiches. Smells good. They're yours. You sure? شد به این. It's fine. Let me walk you out. Okay. بفرمایید خواهش میکنم بفرم. When you go out, I want you to trade off with Tommy and Joel. Those boys have been up for far too long. Trails. I'll need someone else to cover it. Ellie, you know the creek trails? Not really. این Dina's done it a بخشای bunch. این شکلی قسمت I'll have the two of them take it. And that settles that. این بخشای این شکلی که تو شروع بازیه یه ذره کسل کننده است دیگه. باید بگذره دیگه. So, Look, I don't know what's going on with you and Joel. Maria, Guy really cares about you. And I'm sure he didn't mean to. we're fine. Yeah? Yeah. Okay. همه میخوان یه جوری Sorry, اون حرف جولو بهش برسونن انگار. فکر میکنم Thanks. هم برسونن یا ما خوبیم. ولش کن. Just give me a minute. We get your girlfriend to the stables, please. اینم یه سوتی داده گفته من اینو بوسیدم. Can I talk to هیچی you? دیگه. Hey, guys! I'm tapping out. Come on! How long? Hey. Hey. I just want to say sorry for running off last night. Oh, it's okay. I totally get it. I felt bad. Why? Because I started the whole thing and I shouldn't have kissed you in front of all of those people. No, And you were drunk. It's fine. well, still, I don't want you to think. No, I'm not reading into it or anything. Just You know what I love about you? How you let me finish my sentences. all right. Well, we should probably get going. Yeah. Ow! What the fuck? I'm not even playing! Cause you're a chicken? You're a chicken! I hate this kid so much. You want to fuck him up? Yeah, I do. You asked for it! You better run, you little shits! Holy shit! Get your cover! Go! Go! Ow! We're on the floor, you suckers! On that kid. You better run! You better run! Yeah. Dang it! I mean, frick. I'm gonna come here and fight you, like for real! Eat snow, you little shit! Get back here! Aw, dang it! Oh, I'm coming for you, Tiny. In your face! Eat snow! منو بذار فقط این بچه ها رو به چخ بدم. Come on. We're winning. I see you. No! اون تخمه جا اوه بیناموس رو ببین تو صورت. I
دهن سرویس. Okay, okay. Oh, dang it. Parents don't love you. No fair. Eat it, shrimps. Hey. How's it feel? No. نفر کمکی فر نیست. You'll never get away with this. Get off of her, you monsters! All right, we actually have some work to do. Strip. Man. I guess I asked for that, huh? Yep. Let's go. So, Jesse wants us to do the creek trails. He's gonna relieve Joel and Tommy. Oh, that's nice he assigned us together. You're gonna like this route. Morning, girls. Morning. Hey, ladies. I'll bring بچه‌ها تم بازی رو ببینید. نه بازی شروع نشده هنوز. اینجا رو ببین. اینجا رو ببین. کمپه دیگه. اصلا آدم کیف میکنه. That's a good girl. Look who's here. Thanks. Come on. Hey, Shimmer. Ah, look who decided to join us. Yeah. One for you. And one for you. Open it up. Settle down, children. All right. You all know the drill. Run your routes, mark your logbooks, clear any infected you see. You run into anything you can't handle, you come back. Be smart about it. All right. Get going. برن یه جایی رو کلیر کنن از infected. بچه هم من همیشه برام سخت بود که وسط بازی بخوام حرفم بزنم. الان یه موقع میبینید زیاد توضیح نمیتونم بدم اینا، واقعا زومم رو بازی اصلا یه چیز عجیب غریبیه، ولی بازم سعی میکنم وسط بازی توضیحاتی بدم. خب بیشتر دوست داشتم که این گیم رو با هم بازی کنیم، گیم خفن و جذاب رو با هم بازی کنیم. این ابیه. یه بنده خدایی میگفت اینا دارن تو دوران آخر زمانی زندگی میکنن. ابی با این جثه‌اش، یعنی با این هیکل، باید خیلی خورد و خوراکش خوب باشه که بتونه بدنش رو اینجوری حفظ بکنه. چجوریه که تو دوران آخر زمانی که همه دارن لهله میزنن واسه سری غذا، این تونسته مثلا این رژیم غذایی و برنامه غذایی نگه داره و از باگای بازیه که مثلا بدنش اینجوری خفن حفظ کنه. Where have you been? پسر خوش تیپه. Grab your gear. I want to show you something. What? Trust me. Come on. This way. It's cold. You sure you don't want to do this when the با آدم sun's out? سرد باشه دیگه. And it's warmer?
یکی از جذابیت‌های این بازی اینه که And شما you don't want to just tell me? یه بخشایی رو به جای الی بازی میکنی، یه بخشایی رو به جای ابی بازی میکنی و حتی یه جایی هم به جای تامی. What are you doing wandering around out here by yourself? Been restless. اینش خیلی جذابه. You too? Feel like the farther south we go, the prettier it's gotten. You want to keep going? And just drive all the way to Mexico? I've thought about it. You can see Manny's hometown. Yeah, I don't see that living up to his stories somehow. Yeah, no, probably not. You did all this in the dark? Yes. Now come on. We keep going like this, we're gonna be tired for today's trip. It's not that far. Hey, is Mel okay? She seemed out of it these past few days. She'll be fine. You stop being weird, you're freaking me out. I'm not being weird. صدای آبی که یه دفعه میاد و اصلا Are you breaking up with Mel? واقعا این گیم خیلی جذاب‌تر از اون چیزیه که خیلی‌ها فکرشو میکنن. I've had my fill, thank you. داداش رید. We can't all be as graceful as you. Clearly. What is that? You'll be fine. It's too high. Come on. همونجا یه دفعه Hey. Eyes on me. Abby. همین یه دفعه بریم Stop بیرون. looking down. بعد بریم اینجا تو شده من باشه. Owen, do we have to go back this way? Consider it an opportunity to work on your fears. How about I work my foot up your ass? Abby, stop flirting. Is this it? We made it. Holy shit. It's a fucking city. Yeah. Have you told anyone else? جکسون ویامینگ. Wanted you to see it first. Saw an armed patrol go from town to an outpost over there. There's a few more outposts in between. They have electricity, guns. It's a lot of people. بیا اینجا برق هست، گان هست، همه چی هست. به تعداد آدم زندگی میکنه. Assuming he's in there, how do we get to him? We can corner one of the patrols and get confirmation, and then, I don't know, maybe find a way to lure him out. Yeah, okay. I'm sure they'll be happy to offer that information up. Well, then we make them. Do you hear yourself? Okay, what do you want to do? What is going on with you? Mel's pregnant. مل سامل است. Okay. It's not just that, though. Should I say congrats? این دوست Everyone else پسر thinks they're اینه. gonna want to turn back. بعد گفت مل سامل است. We can convince him, right? I fucking knew I couldn't count on you. Abby, I want what you want, but not at any cost. Hey, Don't. see you back at the lodge. برگردیم به لاژ. اون لوژ میشه دیگه. اونجا که بودن. Fuck it.
چه خبره اینجا؟ نوب نیستم ولی که دنبال داستان گشتن و دیگه خوشم نمیاد دیگه. ای قراره پیدا کنه آدم پیدا کنه دیگه. این که بقیه گوگیجه بگیری چه خبرت فایده نداره که. Look out. It's just a short hike. ولی قول بدم جایی که مجبور باشم مثل الان. جایی که مجبور باشم استفاده بکنم از اون. یا حسین یا حسین. اینجا یادم یه بگاهی بود. میگم یادم یه اتفاقاتی میافتاد. You alive? نوب نیست نوب نیستم ولی میگم دوستان عصبی میشن وقتی داره دنبال یه چیزی داره بگرده دور خودش. قراره پیدا کنی قراره پیدا کنی. واه این چیه؟ این چه کوفتیه؟ یا حسین یا حسین وای 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 این جا خالی میده. حاجی چه نوب بازی در آوردم. چقدر دمیج بازم بود. یا تیر نزنمش دیگه. I need to get a view. ما دیگه تیر به بعد یه گوهی بخوره دیگه. اینجا ایستاده داره نگاه میکنه. بله اما یه دونه که How do I get out of here? یه بچرخم یه چیزی هست. چی دیگه ها اینم هست. هارد بازی میکنی احتمال داره به خاطر اون باشه. This is a bad idea, Abby. حاجی گفتم اینجا هاشو بازی کردم دیگه. تا یه جایشو بازی کردم. یه جا یه جاییش پاره میشی.
پاره میشی یا فکر کنم. بله Okay. It's gotta be close. چی شد؟ چرا تیر زدم توی صورت یارو؟ میخواستم تیر بزنم خب میزدم دیگه. چرا دیگه این همه بگیر ببند؟ نوب نباشید، نوب نباشید. اونم باید همین کار رو میکردم. نمیدونه. هیچ. That's how you do it. یه جای همین قسمت یه دهنی از آدم سرویس میکنه. این هوش مصنوعی که گفتم پیشرفته شده، می‌بینی حتی این زیگیلا هم میان دنبال هم دیگه. میفهمه تو اینجایی، می‌بینی؟ یعنی فهمیده. پدرسگ فهمیده. فهمیده که اونو کشته. من فکر کنم اینا رو باید 2 تا تیر نثارشون بکنم. نکنم ازای 2 تا تیر. Please let that be it. 2 تا تیری که زدیم و Where's the road? برداریم. البته یه چیزی هست اینجا رو ببینی. اینجا هم مسیر هست واسه رفتن. اینجا احتمالاً
یه بگاهی باید برامون داشته باشه اینجا که خودش میگه اینجا بیا رو هاردم هستیم. Horse tracks. Where's the patrol? دو تا اوف خدا رو شکر دیگه جا مرحله‌های ابی جر میخوره آدم جر. Come on. This way. Right behind you. شما لحظه بگن 1 ساعت از Do you miss being with him? بازی With Jesse? رفته. No. Been together for so long. از دیگه Look, Jesse's 50 great. دقیقه. I love his parents. They will always be family, but we were just on autopilot. Hey, how come we never talked about this stuff? I don't know. It didn't feel... You never really talked to me about Kat. Yeah, because there isn't much to talk about. فضای جنگل برفی هم که دیگه دارید دیگه. I got the impression that you didn't really like her. صدای دارکوبی که داره تو بکگراند میاد. این موزیک. No, I think she's a talented artist. شکسته شدن درختا. I've grown to like that tattoo of yours. Well, it's so big of you. And I think she wasn't right for you. Interesting. Shut up. برفایی که درختا میریزه. You can tie Shimmer up here. Hey. You want to see something spectacular? You're gonna point at your face, aren't you? موزیک قطع شد. Nothing is that spectacular. Oh, brother. Come on, stupid. ما تا الان از تفنگ الی استفاده نکردیم و قطعا اینجا فعلا هیچ لوتی هم نیست. What do you think of this view, huh? It's pretty nice. Yeah, this route has its perks. Where do we sign in? خب این ویدیو اینجا تمام شد. پارت بعدیشو براتون میذارم، حتما ببینید. اگه به این سبک ویدیو علاقه دارید حتما کانال رو سابسکرایب بکنید و اگه دوست داشتید زنگوله کنارش هم روشن کنید تا ویدیو جدید براتون بیاد. لایک و کامنت فراموش نشه که به حمایتتون خیلی نیاز دارم. به امید دیدار، میبینمتون.